عزیزان شکل بیرونی ADHD بزرگسالان هیچ فرقی با اختلالای اضطرابی نداره. مثلا فکر کن من مضطربم، همش میگم نکنه کارم خوب انجام ندم، نکنه درسمو 20 نشم، اصلا ولش کن نمیخونم. خب ADHD هم همین جوریه، طرف نشسته میگه خب برم اون یکی کارا رو انجام بدم، برم اینو انجام بدم و ما نمیتونیم تشخیص بدیم این از اضطرابه یا واقعا طرف ADHD داره. برای تشخیصش خیال خودتون راحت کنید، یه نقشه مغزی بدین همه چی رو نشون میده. توی این موضوع دنبال تشخیص بالینی، تشخیصی که میری برای طرف تعریف میکنی که اینجوری هم اونجوری هم، بعد اون میگه ADHD داری یا نداری نباشین. این نقشه مغزی میاد چی رو نگاه میکنه؟ ما یه قسمتی داریم به نام پریفرونتال. فکر کن مثل معلم یه کلاسه، قرار این معلمه بگه احمدی فلان کارو بکن، شما این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا همه سرود بخونیم، حالا همه فلان کنیم. اگه این معلمه یکم اینجوری باشه، خسته باشه، صداش نرسه، کلاس نمیتونه هماهنگ بشه. دقیقاً مغز ADHD ها این قسمت ها توش فعالیت کمه.